زید سعیدو آزادی، و مقصود ابراهیمو آزادی، و یعقوب سلیمو آزادی. الان ما در روبروی سفارت تاجیکستان در شهر برلین کشور آلمان حضور داریم و چگونه که در دستان ما میبینید با نشانهای اعتراضی و با نشانهای استعفا امام علی رحمانوف و استعفا اهل بیت و حکومت رحمانوف از این در از سفارتخانه طلب میکنیم و الان با ما رهبری سیاسی گروه وطندار حضور دارند و من رهبری سیاسی گروه 24 شراف‌الدین گدایف و ما امروز مسئله به استعفا رفتن امام علی رحمانوف و مسئله آزاد کردن محبوسان سیاسی و مسئله شکنجه و مسئله غارت چپاول مردم و چگونه که در اینجا شما یک عکس را میبینید در اینجا عبداللهی مالکی ازشون غارت شده است و چندین تن دیگر مالکیتشون غارت شده هستند. الان ما مسئله مالکیت مردم و دزدی غارت مردم که آنها دست به غارت مردم زدند اینها برداشته می شوند و الان رشته سخن را به رهبری سازمان سیاسی گروه وطندار میدیم و انشاءالله سخنها را بازم ادامه میدیم. مرحمت دکتر جمال طالب. تشکر. برادران عزیز، من افتخار میکنم که امروز شهروندان تاجیکستان در پایتخت آلمان، در پایتخت اروپا، در شهر برلین این گردهمایی را براه انداختند. اما کارکنان سفارت تاجیکستان که در روبروی ما هستند تنها از پس پنجره ها، از پس تریزه ها به ما نگاه میکنند و یگان نفر از این اوباشان، از این خائنان ملت جسارت نمی کند که به نزد مردم براید و صدای دل مردم را شنود. ما دیروز در مسکو، سنت پترزبورگ، یکاترینبورگ، استانبول گردهمایی کردیم. این روز در برلین هستیم. انشاءالله روزی نیست که اون روز دور نیست که ما در تاجیکستان هم گردهمایی براه اندازیم و صدای انقلاب مردمی در جاده خیابان‌های تاجیکستان صدا دهد. این رژیم قاتل و این رژیم آدمکش این مردم را مجبور کرده است که ترک وطن کنند. برای آنکه تاجیکستان را رحمانوف و خونته رحمانوف و بنده رحمانوف و خانواده رحمانوف به دوزخ بدل کردند و مردم دارند از این دوزخ فرار میکنند. ما امروز میخواهیم پراهای مسرت آمیز به رحمانوف و به حکومت رحمانوف رسانیم که امام علی رحمانوف باید استعفا دهد و جز استعفا و دیگر راهی ندارد و دیگر نمیتواند که تاجیکستان را از این خطه ناامیدی از این بدبختی آزاد کند. و مسئله دیگری که این رسانه از اون خصوصیت میزنیم این مسئله آزاد کردن محبوسان سیاسی است. ما قاطعانه طلب می‌نماییم که محمد رضا اسکندرov، زید سعیدov، مقصود ابراهیمov، یعقوب سلیمov و دیگر برادران ما که در محبس‌ها هستند آزاد کرده شوند. آزادی و تاجیکستان آزادی. رحمانوف تو نامرد، رحمانوف تو ناکس، جای تو کنج محبس، رحمانوف تو نامرد، رحمانوف تو ناکس، جای تو کنج محبس. اکنون نوبت سخن را به برادر
برادر عزیزم و رهبری نظم گروه 24 شراف‌الدین گدایش میدم. من تصور میکنم که در صف ما باز یک نفر ایستاده است، باز یک نفر مبارز، باز یک نفر وطندار و وطن پرور و این عمر علی قوتوف است. یاد عمر علی، کار عمر علی، مبارزه عمر علی همیشه در دل ماست و ما حتما انشاءالله با سری بلند به وطن برمیگردیم و عمر علی و روح عمر علی همراه ما خواهد بود. این رژیم بدبخت، این رژیم کثیف رحم نکرد، نه تنها عمر علی را کشت بلکه میخواست 5 کودک، 5 طفل بیگناه او را همراه آیدش نیست نابود کند. مرگ به ظالمان، مرگ به ظالمان، مرگ به امام علی رحمان. تشکر جان دوستان عزیز. واقعا هم امروز برای مردم تاجیکستان بسیار روزی دردناک و روزی سنگین است، چون که ما در دولت‌های خارج بیرون از تاجیکستان به آزادی و ارزش‌های دموکراتی رسیده، ولی متاسفانه امروز در وطن خود، در کشور خود نمیتوانیم به عادی‌ترین آزادی‌ها و عادی‌ترین گردهمایی‌ها دست بزنیم. و البته ما سعی و کوشش داریم که به ارزش‌های دموکراتی و حقوق‌هایی که امروز در جامعه جهان آزادی حقوق انسان‌ها بالا می‌رود و برای مردم بیشتر آزادی‌ها داده می‌شود، ولی متاسفانه امروز در تاجیکستان آزادی‌ها محدود کرده می‌شود. روز تا روز سطح آزادی‌ها به پایان رفته می‌شود و تلاش‌های ما بهر بیشتر کردن آزادی‌های مردم تاجیکستان است. در تاجیکستان کار و فعالیت زندگی کنند و تنها این مالکیت تاجیکستان مالکیت خانواده رحمانوف نیست. رحمانوف مالکیت تاجیکستان مال رحمانوف نیست. تاجیکستان مال مردم تاجیکستان است. رحمانوف تروریست. امام علی رحمانوف اکستریمیست. امام علی کیلر. امام علی رحمانی دیکتاتور. امام علی رحمان استعفا. مرگ بر رحمانوف. مرگ بر اطراف رحمانوف. مرگ بر حکومت رحمانوف. رحمانوف سرقاتل تاجیکستان است. دوستان عزیز، ببینید امروز ما حق داریم، صاحب این حکومت، صاحب این دولت تاجیکستان مردم تاجیکستان است. ما حقی بر این زمین داریم، ما حقی بر این دولت داریم. نه یک اولاد میتواند تمام حق این ملت از زیر پا بگذارد. نمیتواند یک اولاد خونخوار، یک اولادی بیشرفی بیناموس امام علی رحمانوف امروز در نقاب دموکراتیا عملهای تروریستی خودت در بالای مردم شریف تاجیکستان انجام میدهد. ما تمام سعی کوشش ما را میکنیم تا حکومت تروریست و حکومت اکستریمیست امام علی رحمانوف باید از بین برداشته شود. مردم تاجیکستان میخواهند در تاجیکستان سربلندانه در زیر پرچم آزادی سربلندانه زندگی کنند، نه در زیر پرچم غلامی، نه در زیر پرچم خانواده رحمانوف. ما مردم آزاد هستیم، ما را خداوند آزاد آفرید. ما امروز حقوق کنستیتوشنی خود طلب میکنیم از خانواده رحمانوف. ما غلامی خانواده رحمانوف نیستیم. ما مردم شریف سربلند تاجیکستانیم. برای حقمان، برای حقوقمان، برای ملتمان، برای دولتمان دلمان میسوزد. امروز آمده این که دفاع از این ملت و از این دولت خود میکنیم. رحمانوف تو بدون، تو بفهم هیچ وقت یک تای ما را بکشه 100 تای ما پیدا میشود. این برادری ما را
قیمت جان از همدیگر دفاع خواهیم کرد. ما تن و تن حکومت تروریست و اکستریمیست رحمانوف را از بین خواهیم برد. ما ملت سربلند تاجیکستان هستیم. نمیخواهیم رحمانوف در سر ملت یک حکمرانی با اولاد و اجداد خانواده کثیفش حکومت میکند. ما ملت تاجیکستان، ما شهروندان تاجیکستان با چنین اعتراضها تا استعفا رفتن تا برهم خوردن حکومت تروریست در تمام گوشه‌های کنار دنیا سر بالا خواهیم کرد، آواز بالا خواهیم کرد. این حکومت اجدادی، این حکومت اولادی، این حکومت بی‌شرفی رحمانوف را از بین خواهیم برد. ما با هم قوه بزرگ هستیم. ما با هم نتوانیم این ملت آزاد بکنیم. ملت تاجیک از این بدبختی ها، از این سنگرویی ها، از این قشاقی ها، از مهاجرت ها، از جمهوریت آزادی، 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 آزادی و تاجیکستان با مردم با مردم سیاسی آزادی به صورت قدرتوف، آزادی به محمد روزی اسکندروف، آزادی به زید سیدوف. سفارت تاجیکستان این مال تاجیکستان است. این خانه زیبا و قشنگ، این خانه تمام مردم تاجیکستان است. ما خواهش میکنیم که سفیر تاجیکستان ملکشاه نعمتوف اگر مرد باشد بیاید و درد دل مردم را گوش کند. آقای سفیر و کارمندان سفارت مثل موش مرده پنهان نشوید، از مردم خودتان نهراسید. این برادرانی که در اینجا ایستادند آدمکش نیستند، مثل شما اوباش نیستند، کیلر نیستند. اینجا نمایندگان تمام تاجیکستان از ختلان و بدخشان، از حصار و زرافشان، از رشت و حصار و تمام گوشه های تاجیکستان جمع آمدند. ما نمایندگان تاجیکستان هستیم. شما خائنان تاجیکستان هستید. ما فرزندان تاجیکستان هستیم. شما غارتگران تاجیکستان هستید. ما ناموس تاجیکستان هستیم. شما بیناموسان تاجیکستان هستید. ما آزادی میخواهیم، شما غلامی میخواهید. ما میخواهیم که مردم سربلند و سرافراز زندگانی کنند، اما شما میخواهید که مردم ما مهاجر باشند، مردم ما غلام باشند.